سلام بچه، چطورید؟ اومدم با یه ویدیو دیگه. بچه امروز یه سورپرایز خیلی خوب براتونم. یه اکانت جدید بودم. بلد اکانت قبلی رو فروختیم و این اکانت جدید رو آوردیم. بچه این تجربه جوکر داره، اساسین داره، این هم کلای جدیدی که خودش رو گذاشته دیگه، خودتون ببینید. بعد آقا بذار من برم تا بریم برای یه سپچ. اینا خیلی قدیمه، این 4-5 تا بالان. و بریم برای بعدی ویدیو که حالا بدون من تحلیل بریم برای گانا. اول بریم و ببینیم گانا رو بهتره. برای همین بریم گانا اول ببینیم. انفورا که 3-4 تا که میتونید دستگیری این ستا. فرای این خیلی خوبه، این لجنده. ولی من اینو گذاشتم، یعنی من نذاشتم اکانت که قبلی که صاحب قبلی گذاشته AK هاشه. اکانت قبلی من AK لول 6 داشت ولی این AK خوبی ندار. اسکاره بله گروزا نازین اینجا چیز جالبی نداره. جلتر شما هیجان داده میکنیم. این شاتگان اصلا چیزی نداره، چیز خاصی نداره. یعنی چون این اسنایپ جونیور هست، الان بهتون نشونش میدم پایین تر. یه لحظه بله این اسنایپ رو نگاه کنید. چون هم دستش رو و خیلی چیک و تمیزه. حالا دیزرت هیچی نداره بچه. دیزرتی که من دوست دارم هیچی نداره از شانسو. این پایین تر مایتابه هاش 2021 مایتابه 2021 بود. اینا مونه بله اینا هم که دست هیچی. بریم پایین تر. خب این هم چیز خاصی نداریم اینجا هم چیز قدیمی خیلی هست تو این تکانت. توی ببینید بریم برای پایین تر و یه تو یخاش هم قدیمی خوبن. این مثلا خیلی قدیمی گذاشتن، این هم جدیده. حالا ولش کنیم اینو بعدی تا دانلود چه. اینو داریم این یخم خیلی خوبه که دانلودش ندارم. اینم خیلی خوب عالی. این خیلی قدیمی، اینم همچنین قدیمی. بریم برای چیزای دیگه. اسکین مشت هم نداره بچه که هک کنی داره. اسکین مشت هم نداره. یون پیش هم چیز خاصی نداره. MP5 و این دوتا که دوتاش هم میتونی بگید دست، ولی این 4-5 تا نمیشه گرفت که بقیهش میذاریم این بهتر. بریم بعدی. چیز بعدی بله MP40 واقعا چیز حق تمیزی هم هستن. اینو داشتم تو اکانت قبلی، اینم دانلود بشه. بریم بعدی. اینا چیز خاصی نداریم اینجا. MP هم دید. اینم MP P90 هم این خیلی خوب بود. تاییه آره این خب بچه دیگه داریم. اینم خیلی خوبه. وای این چون دست دابل ویکتور ببینید. از گام که بگذاریم بریم بیرون. بریم برای ستا خوبی داره، واقعا خوبه. و تحت جوکر هم تو این ستا و دخترانش هست. رو این نمیشه زدش. بریم برای ستا. اول میریم ستا هم چیز داره، بالاتنه داره که خود کاملا این ستا رو خودم راحت بارم نشون ببینید. بچه 2 تا BTS داره. ستا آتیچیه کله کچل و کلان خوابه رو داره. موها چیز حقی داره. اینو داره. این خرگوش ها رو داره. بعد کلا اینو داره. این خیلی خفنه. این کلاه داره و کل ستش این هم داره. میریم برای
چیزایی که واقعا خوبه. ماسکم چیز خوبی داره بچه، خیلی چیز خوبی داره. مثل این که اصلا من از هر کدومشون نیست همشون مثلا، یعنی اینقدر که دوستشون داریم بچه. ما رو همراه کنین. مامازم داره کل ست اینو داره، این کلاهی داره همشو داره. خب بچه اینو خوبه دوست دارم هستم باش. پاپ داره بچه. واقعا اینا خیلی قدیمیه بچه. اینا یعنی هر اکانت داشته باشه دقیقا هر کدومشون 500 تومن میارزم، 500,000 تومن. این ماسک تزه اینا رو داره. اینم تزه جوکر بود بالای، الان بهتون نشون میدم بازم بیاد. خب کوشی ایناش این تزه جوکره که نشونت هم دادم، پروفایل نشون دادم بچه. خیلی دارید واقعا ویوی کم میکنید ویو رو که اصلا نمیبینید ویو رو. و بچه ایرانی اماد نمیشه واقعا، راست میگفتن. اگه دختر بودن همه فالو چه میدونم به 100K هم رسیده بودی، ولی ما هنو به 50 تا نرسید که لایف بزن. بگذاریم چون من رد میکنم. شو ببینید لطفا تا اینجا اومدی لایک هم بکن. این خود ستشو داره، این ست زامبی، ستای قدیمی زیادی داره، ست تکواندو داره، چه میداره خیلی چیز خوبی داره. ست زندان داره، اون موقع خیلی کات بود این داره، ولی الان دیگه به دردم نمیخوره و شما یه بخریش. بچه این پیرانا 4 تاشون واقعا با ارزشن. من دیگه فقط قرمزش میزنم براتون دیگه. اینا هم زنونم بقیهشون خیلی خوب. آقا برای بچه گول حساب کنید بچه. من حالا کفشو شلوار رو رد میکنم، یعنی همینطوری رد میکنم، خودتون دیگه ببینیدشون. آره وقت نگیر. بریم براشون این شلوار هم بزنم، بریم برای. خب اینا شلوارشن که دیگه شلوار حق نگذاری، شلوارش کمن ولی با ارزشن. اینم پا کلام ساده گفتم که چیزو داره. بعد این کارت هم داره، ایسا داره، مشکی هم نداره، نه مشکی نداره. اوکی اینو چیزه شده بچه. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید و واقعا ای کاش که حمایتش این ویدیو حداقل به 20 تا بازی برسه.